آخرین روز مدیریت بنده مرد. بله بله. من خب گوچی گنگ طی چند روز فعالیتی که داشتم تونستم کارخونه رو تکمیل کنم. هم الان کارخونه رو کارخونه تکمیل کنم چیه؟ هم گلخونه رو تکمیل کنم. این کار خونه این کار خونه است بیشتر. کار خونگی. حیات هم نیست بیشتر. چیه این؟ بابا چیه؟ چی میگی فیدی؟ او وسایلاش کو؟ داداش این اسکلت اولیشه. بیا من اینجا توضیح بدم. آقا اینجا راهروه. خب خب اینجا بخش سوسیسه. آها. اینجا بخش شیره. شیر و پنیر. خب شیر و پنیر که تولید شد کامیونا میان اینجا وای میستن. کامیونا میان اینجا وای. کامیونا، چند خب. خب نفریم؟ از اینجا محصولات رو ما میبریم میفروشیم. ببین گلخونه هم ببینیم. عالیه. مهدی گذاشتی؟ میدونی چقدر چوب میخواست اینا؟ عالیه. مهدی میدونی چند بار رفتم اومدم؟ آقا دمت گرم. پا میتونی این چیزی بکاری که از من دیدید بله. خدماتی که بنده ارائه داد. بیا یه گزارش کلی ارائه کنم. ما رو ول نمیکنه. نمیخوادم. در دوران مدیریت بنده درسته. انبار افتتاح شد. خب جهت نظم و ساماندهی منابعی که داریم هزینه تراشی اضافی. گنجایش بسیار بالا. در دوران مدیریت بنده پارکینگ افتتاح شد. در جهت دوران بایستا عزیزم صحبت در کنم. دوران مدیریت شما یه یدک گم شده اونو پیدا اون کن. به عهده خودتون. مسئولیتش با کارمندان دوران منه. مدیریت شما بوده. درست. در دوران مدیریت بنده بزداری افتتاح شد که همکنون میتونید ببینید چند فروند همکنون بز میتونی توشه. بری توش زندگی کنی گوجی. ببین چند فروند بز توشه. در دوران مدیریت بنده تعداد گاوها به حدی رسید. خودت هم حساب کن. کنید. 1 2 3 چقدرشو کشتی؟ ملاحظه اون کشت و گوجی، کشتار با برای خودت میشه اصلاح هفتا. بود. گوجی. در دوران مدیریت اها. من